یهودی های مدینه را دید که روزه دارن. دهم ماه محرم بود. گفت چی روزه میگیرید؟ گفتن که همین روز جناب حضرت موسی با بالای فرعون پیروز شدگی ای. فرعون لعنت الله علیه مغلوب کردگی ای. حضرت موسی امر کرد که همین روز که روز پیروزی من ای، همین روزه بگیرید. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آخه از شما دیده موسی بر من نزدیکتر ای، موسی به من برادر ای. برای همین امتاش امر کرد که دهم ماه محرم روزه بگیرید و بینین که هر یک ماه محرم دهم شد ما شما روزه میگیریم، به خاطر که حضرت موسی بر فرعون غالب آمد، فرعون مغلوب شد. اگر در زیر همین نگاه کردم، جلال الدین سیوطی که یک مردک مفسر محدث جمع کننده حدیث این کتاب های زیاد تصنیف کرده است، چی میگه؟ میگه وقتی که ای برادرای مسلمان، وقتی موسی بر بالای فرعون پیروز شد، امر بروزه کرد، آیا پیامبری که در این ماه تولد شد اگر او بر بالای فرعون پیروز شده باشد، با آمدن محمد میگه تمام ظلم، تمام جبر، تمام قانونهای جنگلی، تمام بگیم بدعت، شرکیات، خرافات همه از بین رفت. آیا میگه این مهمتری از پیروزی حضرت موسی نیست؟ یعنی با آمدن اینم چقدر تغییرات های در روی عالم شد، چقدر مهر، شفقت، چقدر مثال رفتارهای نیک تمام مردم فرا گرفت. آیا میگه ارزنده نیست این که ما همین ماه مبارک همچون مقصد به مردم تبریک گوییم؟ آیا ارزنده نیست که ما از حیات پیامبر برای مردم صحبت کنیم؟ برادر عزیز، چگونه یک عالمی که با این قدر علم وقتی ما را راهنمایی میکند، ما میتونیم که بگیم که خیر نه، گپی این قبول نیست، گپی این نمیشه، گپی همین روزا نفری که اولی او خاک پای جلال الدین سیوطی نمیشود، گپی را قبول میکنیم، گپی را نه. نه تنها جلال الدین سیوطی برادر عزیز، مولا علی قاری که افتخار مذهب ما است، ببینید جناب دهلوی و ابن حجر اسقلانی، نفرهایی که همه شارح‌های بگیم حدیث هستند، همه اینها با این ماه مردم را تبریک میکردند و از این ماه در بین مردم صحبت میکردند. برای همین آمد ما را هدیه از نزد پروردگار، لقد جاءکم رسول من انفسکم. چی میگه الله؟ عزیز علیهم ما عنتم. ببینید میگه الله مهربان میگه همین امت پیامبر که هرگاهی که یک مشکلاتی در روبرو میشود، یک سختی که بر بالاش میاد، یک غمی که این امت فرا میگیرد، پیامبر گرامی هم میگه از همین غم برخوردار است. یعنی در همین غم امتش میگه الله مهربان این پیامبر نازنین هم شریک است. در دام یاد میگه حریص علیکم، میگه این محمد بر شما ای امتاش بسیار حریص است. خدا میگه حریصی در چی است؟ حریصی در این است که امتای من راست قول شوند. حریصی در این است که امتای من با حیا باشد. حریصی در این است که امت من دروغگو نباشد. حریصی در این است که امت من خیانت نکنند. ببینید حریص در این است که امت من راهی درست و راهی نیک را انتخاب کند. حریصی در این است که از عهده فرزنداریش ببراید. حریصی در این است که
پدر و مادرش احترام کند. حضرت برای همین آمده است. خدا گفت و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. این رحمت برای عالم، برای همین است. حریص است که امتاش میگد از زمره همین باشد. در آخر آیت بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ببینید صفات های الله مهربان، رؤوف، رحیم، بخشنده، مهربان. الله معرفی دارد که محمد صلی الله علیه و سلم بر امتاش ببینید بخشنده است، مهربان است، رحیم است. الحمدلله رب العالمین. حالا در یک کتاب در دستم آمد، نگاه کردم، میگد که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج وقتی که سیر جنت میدادنش، میگد در دروازه جنت 3 جمله دیدم. 3 جمله با آب طلا میگه نویسنده دیدم. اینها چی بودن؟ میگد یکمش همین بود: لا اله الا الله محمد رسول الله. یکم جمله که در بالای در میگه نویسنده بود همین بود: نیست معبود، نیست آفریدگار، نیست خالق مگر الله یکتا. محمد رسول الله. و محمد رسول اوست، محمد فرستاده اوست و محمد محبوب اوست. میگه دویم خطش چی بود؟ دویم خطش میگه این بود: هر چیزی را که روان کردیم دریافتیم. برادر عزیز ببینید، هر چی را که الحال ما پیشکی روان کردیم ما اونها را دریافتیم. در اونجا هر چیزی که روان کردیم، خوبی روان کرده باشیم، بدی روان کرده باشیم، اونها را در اونجا ما دریافتیم. در دام همین جمله آمده است: هر چی را که خوردیم راحت کردیم و هر چی را که باقی ماندیم برای اونها حسرت خوردیم. بسیار جمله زیبا. سیوم میگه جمله چی بود؟ بود امت مذنبه و رب غفور. سیوم امت گناهگار و پروردگار بخشنده. الله مهربان از سپاسگزاری میکنیم برادران عزیز و گرامی که خدای مهربان چخیل برای ما و شما مرحمت کرده است. حضرت جنونی میگفت با شکر نعمت سلطان دین کش، رهی بتخانه را کردی فراموش. چی جانها کند تا تو یافتی را، سنم بگذاشتی بگزیدی الله. البته شکرانه میگد این پیامبر نازنین نکنین که از زمانی که این آمد شما طرف درهای بتخانه که میرفتین همچون معبود گفته عبادت میکردین، شما اون راه ها را مقصد علاکه گم کردین. با آمدن این شما به طرف درهای مسجد رفتین و شما حقیقت را مقصد از آمدن این دریافتین. خدا را ما سپاسگزاری میکنیم. برادران عزیز، این ماه یک ماهی هست که هر کدام شما میتونین که در علاهیدگی فرزندا قطعی ببینین. وقتی میشینین 1 کیلو برنج یا 2 کیلو برنج، بچه همه میشینه یک آش میکنیم، میگیم برادر عزیز فرزندکای مهربان امروز پیامبر نازنین ما به دنیا آمدگی. میدانین امروز روزی تولد پیامبر مانه. یک پیامبری بود که غم همه ما و شما را خوردگی است. این تا آخر حیات. ولی حدیثی مشهور داریم، ابو هریره روایت میکند، میگه وقتی پیامبرمون سوره ابراهیم خواند، یعنی سخن ابراهیم در سوره خود ابراهیم آیت 36 ده: ربی انهن اضلل کثیر من الناس فمن تبعنی فانه منی
و من عصانی فانک غفور رحیم. وقتی ابراهیم میگه چی گفت؟ خدایا همین پیروای مرا، پیروایی که از منن، این بودهای بودگی همش گمراه کرد. خدای مهربان کدامش که از من پیروی کرد اونش از من ای، کدامش از من پیروی نکرد خودت غفور و رحیمی، چارش ببین. بعد از آن میگه از سوره مائده را سخن حضرت عیسی را خوان، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَزِیزُ الحکیم. سخن حضرت عیسی بود، گفت خدایا اگر همین امتان مرا، پیروای مرا عذاب میکنی در اختیار تو، اگر ببخشیشانم تو عزیز و حکیمی. یکی پیامبر میگه وقتی را خواند برادر عزیز مثل حضرت ابراهیم و مثل حضرت عیسی آیا مناجات کرد؟ میگه فرفع یدی، دستاشو میگم تا برداشت، اللهم امتی امتی. الهی مهربان همه امت ما خواهش دارم، همه امت ما خواهش دارم. و بکا میگه و گریه میگه در آمد. بعد از آن میگه الله مهربان میدانست که پیامبر برای چی فریاد داره، برای چی آبی چشم میکنه. جبرائیل میگه روان کرد، گفت برا از پیامبر گرامی بپرس چرا آبی چشم، چی میخواد، اگر چند الله او میدانه. برادر عزیز وقتی که پیامبر گفتش که من شفاعت جمیع